سلام علیکم دوستان و بینندگان کانال سپاهان تیوی. در نوار امروزه ما طرز پرینت زدن به سبک پرینت سوری. دوستان عزیز پرینت ها میمونم نگاه بشید. پرینت سوریش خوبی نمیگیره. برای شکل لباس کردن. دوستان عزیز طرف بالاش 3 سانتیمتر یک عقب پرینت طرف بالا 3 سانتیمتر میگیریم و یه اوگل روز میگیریم. این شما میخواد 3 سانتیمتر اینجا میمونه میبریم روز میگیریم. صبر کاملا. نه دوستان عزیز دیتا 3 سانتیمتر بودی. یعنی خیلی میبریم باشه. میشه بالاش 3 سانتیمتر میشه بریدیم. بعدا میشه میبریم 3 سانتیمتر بریدیم. میشه 3 سانتیمتر بریدیم. دوستان عزیز در طرف بزرگ نمیتونه باید پارچه شویم. از این بودیمون نمیشه طوری میگیرد. 3 سانتیمتر او پرا بالا کویون بریدیم روز که میشه هم 3 سانتیمتر بریدیم و کویون روز که باز میمونه میشه کویون نمیشه روز میگیرد. اینک دوستان عزیز ما پرینت زنی را تمام کردیم. پرینت سی اوگل زدیم. اینا در اوگل و پیشش شوف نمونده و فکر عقیده اختانه میتونید در کامنتر بنویسونید دوستان و دستگیر رو فراموش نکنید، چون که دستگیری شما پیشروی ما میباشد و کسانی که مهمان های در کانال ما حتما در آمده و بنا شوند و پناه همت به خدا دوستان عزیز.